چطور میتونم ثروت و پول خلق کنم؟ اصلا پول رایج این دنیا چیه؟ من باید چه پولی داشته باشم تا بتونم خرجش کنم و به رویاهام برسم؟ سلام دوست من علی جاسم نژاد هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی راهنمای زندگی آینده با مأموریت بهبود کیفیت زندگی. پس اگر به این مباحث علاقه‌مند هستی، ازت میخوام کانال ما رو سابسکرایب کنی و زنگوله بالا رو بزنی تا به جدیدترین ویدیوهای ما دسترسی پیدا کنی. ضمناً ما رو به دوستانی که به این مباحث علاقه‌مند هستن معرفی کن تا در نشر این آگاهی‌ها هم با ما شریک باشی. دوست من 21 سال کارفرمام، از سال 1383 که یک دفتر خدمات ارتباطی زدم تا حالا که مؤسسه فرهنگی راهنمای زندگی چهارمین کسب و کار منه و شما میتونید در هایلایت های پیج من در اینستاگرام یا در سایت من سایر کسب و کارهای من رو ببینید. پس هر موقع در مورد پول صحبت میکنم، در مورد پولی صحبت میکنم که در زندگی واقعی خودم دارم تجربهش میکنم. ادعایی هم ندارم که یک میلیاردر یا فوق میلیاردر هستم، اما اونقدری هست که رشد من رو داره به وجود میاره، کم کم خواسته های من رو دارم بهشون میرسم. پس وقتی در مورد پول صحبت میکنم، در مورد کسب و کارهام صحبت میکنم تا بدونی که کار من فقط یک آموزش صرف نیست. و همیشه به خودم میگفتم که بعد از 45 سالگی دیگه کار نمیکنم، کسب و کارهامو سیستم سازی میکنم، مدیر داخلی میگیرم و کسب و کارهام خودشون کار کنن و من تجربیاتم رو آموزش میدم، انتقال میدم. و دوست عزیز، پول رایج کائنات، پول رایج این هستی برای تمرکز کردن، برای خلق ثروت، برای خلق آرزوهامون انرژیه و انرژی از طریق مغز شما و قلب شما داره به جهان ارسال میشه. هر چقدر شما پول بیشتری از ذخیره درونی خودت که خداوند به تو داده و اونم انرژیه ارسال بکنی، خلق ثروت بیشتری میکنی، انرژی بیشتری به وجود میاری با تمرکز کردن. پس ما باید انرژی خودمون رو به جای اینکه پخش باشه متمرکز کنیم به سوی هدفمون. یعنی چی؟ دوست عزیز، خورشید کره زمین رو روشن میکنه اما هرگز برگ درختی رو نمیسوزونه، هرگز دستان شما رو نمیسوزونه. اما همه ما این تجربه رو داشتیم. یک ذره بینی دوران دبستان یادمونه، میگرفتیم، به ما آموزش میدادن دیگه و میگرفتی روی دستت. بعد این کانون، با تغییر کانون این نور خورشید و متمرکز شدنش روی پوستتون، کم کم احساس سوزش روی دستتون میکردیم. کم کم اون برگه سفیدی که میذاشتیم شروع میکرد سیاه شدن و دود کردن. دوست عزیز، هر چقدر ذره بین تو قوی تر باشه، تمرکز تو لیزری تر باشه، اون پولی که داری خرج میکنی، پول کائناتی اسمشو میذاریم انرژی، قوی تر تو رو به خواسته تو میرسونه، سریع تر تو رو به خواسته تو میرسونه. باید بپذیری این پولو. میتونی بپذیری و به خواستهات برسی و میتونی نپذیری و در یک زندگی عادی زندگی کنی پر از ناکامی. دوست من، ازت میخوام که هدفت رو تعیین کنی و هدفهای تو بیش از 3 تا نباید باشن. شما هدفهای اصلی رو در نظر بگیر، 3 هدفی که واقعا اگر باشن زندگی تو تحت تاثیر قرار میدن. اصلا مهم نیست، میتونی هدفاتم بعدم تغییر بدی. و بعد اولیش که از همه مهمتره، یعنی اولی که وقتی تعیینش میکنی بیشترین تغییر رو در زندگی تو به وجود میاره. پولت رو خرج اون کن. پول تو چیه؟ انرژی توه، تمرکز توه، جستجوی توه، پیگیری توه و کائنات راه رو برای تو باز میکنه. اما باید کمی صبر داشته باشی. نمیدونم، شاید 1 دقیقه صبر نیازه برای خواسته تو، شاید 10 سال صبر نیازه، شاید 20 سال صبر نیازه. هر چقدر شما انرژیت رو یا همون پولت رو متمرکزتر قرار بدی، به اون خواستت بیشتر نزدیک میشی. بذار یک مثال بزنم. شما فرض کن که یک دستگاه چاپ اسکناس داری و این داره روزی 1 میلیارد تومان برای تو خرج میکنه. آرزوی تو داشتن یک کشتی تفریحی
مثلا میگم 500 میلیارد تومانیه. خب شما روزی 1 میلیارد تومان در میاری. اگر روزی 1 میلیارد تومان رو روزی 800 میلیونشو 900 میلیونشو خرج متفرقه کنی، خرج غذا خوردن کنی، خرج چه میدونم خونه خریدن کنی، هزاران خرج دیگه ای رو که ما حالا کار بهش نداریم، خرج اسباب بازی کردن کنی، اصلا بریزیش تو رودخونه. بعد از چه زمانی به اون کشتی تفریحی 500 میلیارد تومانی میرسی؟ و اگر اون 1 میلیارد تومنش رو 50 میلیونش رو بگی خب این در ماه خرج زندگی میکنم و مابقیش که یه چیزی در حدود 29 میلیارد و 950 میلیون میشه دقیقاً میذارم کنار. حتی اگر طلا میخرم، حتی اگر دلار میخرم، میذارمش کنار، خونه میخرم برای خرید اون قایق تفریحی. اصلا میرم با اون شرکت صحبت میکنم، روزی 1 میلیارد براشون واریز میکنم تا شروع کنن ساخت کشتی من اونجوری که دلم میخواد. و بعد شما کی به کشتی تفریحیت میرسی؟ این یک تمثیلی از واقعیت متافیزیکی بود. در متافیزیک، در عالم غیب این اتفاق دقیقاً داره صورت میگیره که شما به چه چیزی توجه میکنی اونو داری در زندگیت خلق میکنی. برای همینه که هزاران ساعت اخبار دولت‌ها پخش میکنن و در اخبار منفی پشت منفی، سریال ها منفی پشت منفی. چرا؟ میخوان کانون توجه تو رو از خواسته تو به اون چیزی که منفیه ببرن و تو به آرزوات نرسی و زر و زور و تزویر اونها بر تو سیطره پیدا کنن. اونها با آرزوشون با راه رفتن روی کمر تو و امثال تو پله های ترقی رو طی کنن. دوست عزیز، ازت میخوام که به خودت توجه کنی که یک خالق هستی. توجه کنی که خداوندی رو داری که تمام قد پشت توه، تمام قد پشت توه، بیچون و چرا پشت توه. خداوندی که کافیه کمی بهش ایمان بیاری. اون میگه 1 قدم بردار، من 100 قدم برمیدارم. اون میگه تو یک کار خیر انجام بده، من 10 برابرش میکنم، 100 برابرش میکنم. و هیچ کار خیری جز خیر رسوندن به تو نیست. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر خیر میکنید، اگر کار خیری انجام میدید، شما به خودتون خوبی کردید، نه به کسی دیگه ای. اگر شما به کسی خوبی میکنی، در حقیقت داری به خودت خوبی میکنی. انعکاس اون برمیگرده به خودت. اگر کسی رو به اهدافش آرزوهاش میرسونی، تو داری خودت رو به اهدافت و آرزوهات میرسونی. تمام ابرثروتمندها، تمام کارخونه‌های بزرگ دقیقاً همین کارو میکنن. اونها مردم رو به آرزوهاشون میرسونن و خودشون به آرزوهاشون میرسن. شرکت سامسونگ تو رو به آرزوهات میرسونه و گوشی‌های جدید با تکنولوژی‌های جدید به تو میده. نیازهای تو رو اینجوری برطرف میکنه و خودش ثروتمند میشه. شرکت اپل و هر شرکتی رو که فکر میکنی، مایکروسافت، هر کدوم از اینها برای خدمت به تو خدمتی خلق میکنن، برای آرزوهای تو کاری انجام میدن. تو با پول دادن 1 قدم اونها رو با آرزوهای خودشون نزدیک میکنی که ثروتمند شدنه، در رفاه زندگی کردنه. و شما هم همین کار رو باید بکنی. باید تمرکزت روی این باشه که تمرکزت روی هدفت باشه و در این مسیر دیگران رو هم دستشون رو بگیری و به اهدافشون برسونی. اینجاست که ثروت خلق میشه و منظورم از ثروت پولیه که با آرامش داره به دست میاد. پولیه که مایه آرامش تو، مایه خیر و برکت توه. پولیه که تو رو با آرزوهات با درستی، با صداقت میرسونه. وقتی که بخوابی و هیچ استرسی نداشته باشی، از هیچ دادگاهی نترسی، از هیچ پلیسی نترسی، از هیچ بازخواستی نترسی و حتی از بازخواست روز قیامت هم نترسی. اینجاست که ثروت خلق میشه و این ثروت خلق نمیشه مگر اینکه پولت رو که همون انرژیت، پول کائناتیه، صرف تمرکز روی بزرگترین هدفت و بعد هدف دوم و سومت بکنی. در اوج میبینمت به امید آرزوهای بزرگتر، به امید خلق ثروت و البته با هم در اوج هستیم.